روز دوم آگوست سال 2022 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مشق‌های حربی مشترک همکاری منطقوی 22 آغاز یافت و با میزبانی تاجیکستان برگزار کرده می شود. از دوم تا 20 آگوست دوام می کند. روز دوم آگوست در یک مراسم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان جان مارک پامرشایم اشتراکچیان این تمرین ها را خیر مقدم گفته است. سفیر آمریکا در دوشنبه گفت همکاری منطقوی یک تمرین سالانه است که به تحکیم عملیات بسیار ملی برای تامین ثبات، مبارزه با تروریسم، رشد همکاری‌ها و توانمندی‌های مشترک کشورهای آسیای مرکزی، جنوبی، ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای اشتراکچی نگرانی شده است. در تمرین 6 روزه مشق‌های فرماندهی و شتابی نمایندگان آمریکا، تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، مغولستان، پاکستان و ازبکستان اشتراک می‌کنند. همچنین تاجیکستان و آمریکا یک جزء دوجانبه 5 روزه تمرینات صحرایی را در مرکز آموزشی فخرآباد برگزار می‌کنند. سفارت آمریکا گفت تمرین‌ها به سمت‌های زیرین نگرانیده شدند: تحکیم امنیت و ثبات منطقوی، بلند برداشتن اقتدار و عهده‌داری‌های ملی برای باز داشتن سلاح قتل عام، عنصرهای تروریستی و مواد مخدر، مساعدت به رشد قوه‌های مدافعوی منطقوی در عملیات بین المللی پاسدار صلح و تبادل اطلاعات. سفیر آمریکا در سخنرانیش این تمرین‌ها را بزرگترین مشق حربی آمریکا با اشتراک کشورهای آسیای مرکزی و جنوبی نامید و گفت همکاری منطقوی 22 امکان بی‌نظیر را برای تحکیم مناسبت‌ها با شریکان ما در منطقه فراهم می‌آورد. تمرین‌های مذکور همچنین یک فورم برای حل مسائل‌های مبرم منطقوی از جمله واکنش‌های آسایشته به چالش‌های گلوبالی، تبادل اطلاعات و همکاری‌های امنیتی خدمت می‌کند.